اگه دغدغه شما هم آموزش زبان به کوچولوهای عزیز هست و یا حتی نوجوانها، معلم آموزشگاه هستید، مهد کودک هستید و یا مامان زباندانی هستید که دوست دارید توی خونه خودتون به بچه‌های خودتون زبان یاد بدید، این کانال مخصوص شماست. سلام دوستای عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من امروز اومدم با یه ویدیوی جدید با آموزش درس 4 از کتاب پاکت. دوستای قدیمی‌تر در جریان هستن که ما 3 درس قبلی کتاب پاکت 1 رو با آقاطاها تا حالا کامل کردیم. صفحه به صفحه رو آموزش دادم، نکاتش رو گفتم، جملات کلیدیش رو بهتون گفتم، حتی کلی بازی برای مرور اون دروس قبلی بهتون آموزش دادم و امروز اومدم در خدمتتون هستم با درس 4 My Family. متاسفانه امروز آقاطاها یکم حال نداشت، نتونست تو این ویدیو منو همراهی کنه، به خاطر همین ما این ویدیو رو بدون آقاطاها شروع می‌کنیم. سوالی که توی این صفحه میتونید بپرسید برای اینکه کلمه فامیلی رو بهشون آموزش بدید: What is it? What is it? این چیه؟ It's a family. یا میتونید کامل جمله رو بهشون یاد بدید: It's a family. یا اگه بچه‌تون خیلی کوچیک‌تر هستن، در حد این که منظور شما رو متوجه بشن و بگن فامیلی، یعنی فقط کلمه فامیلی رو کفایت میکنه. So what is it? It's a family. این میشه کل سوالی که توی این صفحه هست. هرچند بعداً میدونید که همش ما هی فلش بک میزنیم، برمیگردیم و دوباره این صفحات رو مرور میکنیم. اوکی. Next page. این صفحه خیلی صفحه مهمیه، چون تک تک اعضای خانواده رو در واقع ما توی این صفحه داریم. کامل اول بهتون خودم معرفی کنم: دادی، مامی، یا اگر فکر میکنید برای بچه ها father, mother اوکی هست، مشکلی ندارن، میتونید حتی از کلمه father, mother هم استفاده کنید، ولی من برای بچه های کوچیکتر بابا ماما رو ترجیح میدم، پس میگم دادی، مامی، براشون شیرین تره. دادی، مامی، grandpa, grandma, baby, brother and sister. پس یه بار دیگه کم سریعتر: دادی، مامی، grandpa, grandma, baby, brother and sister. شما باید اینها رو طی چند جلسه، خودتون که میدونید خیلی آروم و آهسته، مثلا 3 بالا رو اول، 3 پایین رو یه جلسه دیگه میتونید به بچه ها معرفی بکنید. وقتی بچه ها کامل خوب یاد گرفتن، بعد چون تو ما درس قبلی درس تویز، یعنی درس اسباب بازی ها، ما این جمله رو به بچه ها آموزش داده بودیم که Do you have a car؟ مثلا Do you have a teddy bear؟ تو تدی بر داری؟ تو مثلا تو کار داری؟ اینجا میتونید کامل استفاده کنید توش. مثلا اگه کلمه بیبی رو آموزش دادید، مثلا شما میتونید بهش بگید Do you have a baby؟ حالا گیر به این ندید که این کوچولو بیبی از خودش نداره، منظور اینه که تو خانواده‌تون بیبی دارید، متوجه میشن. یا Do you have a brother؟ Do you have a sister؟ Do you have a grandpa؟ Do you have a grandma؟ Do you have mom؟ Do you have dad؟ ببینید اینا خب البته که همه بچه ها مام و دد دارن، ولی این محض میدونید که دیگه محض تکرار کردن و محض مرور کردن اصطلاحات و کلمات و جملاتی هستش که بچه ها یاد گرفتن، وگرنه خب کیه که ندونه بچه‌ای بدون بابا باشه یا بدون مامان باشه، درسته؟ پس این جملات رو ازشون بپرسید و مثل درس قبلی که بهتون گفته بودم، بچه‌ها چی میگن؟ میگن yes I have. اگرتون باشه ما این رو گذاشته بودیم، این حرکت رو گذاشته بودیم برای جمله داشتن، یا مثلا no I don't have، برای نداشتن ما این حرکت رو گذاشته بودیم. میدیم انقدر این حرکت یا این حرکت رو براشون تکرار کنید تا اوکی که شدن کامل حذفش کنید. پس do you have a brother؟ Do you have a sister؟ الان این رو کامل متوجه شدم. تا اینجا هیچ چیزی هنوز جدید نیست، چون تو درس قبلی این جملات رو یاد گرفتم. بعد مثلا یکی میگی Do you have a brother؟ میگه Yes I have.
حالا شما بهش بگید How many brothers do you have؟ اگه یادتون باشه جمله سوالی چند تا رو هم بچه ها تا حالا یاد گرفتن، چون ما numbers رو هم به بچه ها یا اعداد رو به بچه ها آموزش دادیم. پس اینجا بهشون چی میگیم؟ How many brothers؟ یادتونه بادی جسچرش هم اینجوری بود. وقتی اینطوری میکنی یعنی بچه ها باید چیزی بر شما بشمارن و وقتی یاد گرفتن کلمه brother با how many یعنی چند تا داشت داری؟ How many brothers do you have؟ بچه حالا میتونید بهشون بگید، ولی اگر فقط گفتن one یا گفتن two یا گفتن three کافیه. ولی اگر تونستن بگن I have one brother، مثلا تاها الان چون داره 6 سالش میشه جمله سازی های بلندتری رو میتونه بسازه، توی انگلیسی جملات بلندتری رو. خب من بهش آموزش میدم، توقع دارم من بتونه. ولی اگه کوچولی شما فقط 4 سالشه، 5 سالشه، حتی 3 سالشه، در حد کلمه فقط ازش توقع داشته باشید که به شما جواب بده. پس مثلا این میگه one، یا اگه سیستر داشته باشه two، اگرم که نداشته باشه از قبل به شما گفته I don't have. و چون اسمها رو هم بلدن، چون میدونید دیگه what's your name اولین چیزی که بچه ها حین ورود به کلاس یا آموزش زبان انگلیسی یاد میگیرن. پس اینجا اسما رو هم میتونید بپرسید. What's your brother's name؟ اگه اول متوجه نشد شما یه دفعه ذهنش اینجوری سویچ کنید به این سوال که What's your name؟ مثلا میگه پرهام، بعد به این اشاره کن بگو What's your brother's name؟ مطمئن باشید که در لحظه متوجه میشه و اسم برادرش رو میگه. یا What's your sister's name؟ مثلا من از تاها که میپرسم What's your grandma's name؟ مثلا حالا اسمشون رو میگه، یا میگه مامان جون و مثلا مامانی یا مامان جون. اینجوری هم اگر گفتن شما خیلی بهشون گیر ندید، چون معمولا بچه ها آقا جون، بابا بزرگ، مامانی، گرندپا، گرندما رو با این اصطلاحات توی فارسی میدونن، اسمشون رو خیلی همه تسلط ندارن یا همه نمیدونن. پس چی شد؟ چند تا سوال جدید، نه تکراری ولی مناسب این صفحه برای مرور. اولا که who is she, who is he؟ یک سوالی رو بذارید من اینجا بهتون بگم. من این رو کامل میگم who is he، یعنی ضمیر مذکر هی رو استفاده میکنم، یا میگم who is she رو کامل استفاده میکنم. این رو چطوری به بچه ها میگم ببینید ما همه خانم‌ها رو میگیم she، همه آقاها رو میگیم he. قبوله؟ به همین راحتی. بچه ها اصلا وارد دنیای گرامر نیستن، اصلا ضمایر رو نمیشناسن، جنسیت ها رو تفکیک قائل نمیشن، پس نمیتونیم اینطوری براشون مشکل کنیم و براشون سخت بیان کنیم. فقط میگیم آقا همه آقاها و پسرها هی، همه خانم‌ها و دخترها شی. پس who is he، who is he، who is he، همه رو پشت سر هم میگم که بفهمن. مثلا آقاها تو یک جمع همه میشن هی، بعد میگم who is she، who is she، who is she، خانمان توی دسته میشن she. متوجه شدی؟ امیدوارم که راحت بیان کنم، همه دوستا بتونن متوجه بشن. پس اینها رو وقتی میخواید سوال بپرسید، سوالش یه سوال کاملا درست و اصولی و یعنی در واقع از لحاظ گرامری درست، در ضمن اینکه بچه‌ها کامل متوجه میشن. خب بیاید یه بار دیگه 0 تا 100 این صفحه رو مرور کنیم. خب who is he؟ daddy. Do you have daddy؟ Yes, I have. What's your daddy's name؟ مثلا علی. How many daddies do you have؟ one. درست شد؟ پس شد کل این سوال ها. Who is she؟ sister. What's your sister's name؟ مریم. How many sisters do you have؟ two sisters. What are their names؟ مریم and وقتی که اینجوری میکنید متوجه میشه که مریم و کی اونی که آبجکت اسمش چیه؟ مریم and. درست شد؟ پس این شد کل صفحه. ولی میدونید که ما این حجم از اطلاعات اصلا کار 1 2 3 4 جلسه نیست. خیلی باید حوصله به خرج بدید، خیلی آروم همینطوری که درس‌های قبلی رو مدام مرور میکنید میتونید برگردید اینجا یه مطلب جدید بهشون آموزش بدید. دوباره میتونید حتی برید جلوتر
اینجا هم ددی مامی اینا رو دوباره تمرین داشته باشید و مرور بکنید، برگردید دوباره یه مطلب جدید آموزش بدید. تمام این حجم اطلاعاتی که گفتم مناسب این صفحه هست، ولی مناسب 1 جلسه، 2 جلسه، حتی 4-5 جلسه نیست. شما باید این رو به بچه‌ها خیلی آهسته و آروم آموزش بدید. من سعی میکنم توی ویدیوی بعدی تاها رو دوباره دعوت کنم بیا تو ویدیومون، امروز خیلی حوصله نداشت نیومد. اونجا من کل این اطلاعات رو از تاها میپرسم به صورت شفاهی، براتون ویدیو میگیرم، ببینید که بچه‌ها خیلی راحت میفهمن و خیلی راحت هم جواب میدن و بدون اینکه بخوان تته پته کنن و فکر کنن، وقتی که درست و اصولی بهشون آموزش داده بشه. خب این صفحه اول و دوم درس فامیلی برای امروز ما. انشالله ادامه این درس رو تو ویدیوهای بعدی براتون یه ویدیوی جداگانه براتون میگیرم و انشالله براتون میذارم. پس اگر از این ویدیو هم راضی بودید، براتون مفید بود، حتما لایکش کنید، برام کامنت هم بذارید، حتما از دیدن کامنتاتون خیلی خوشحال میشم. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.